خب برای قسمت بافت پیشونی به سمت چپ من معمولا یه سمت رو آموزش میدم دیگه. مثلا این چشم آموزش دادم دیگه، اینو نیاز نیست چون عین همه تقریبا. مثلا این بافت آموزش دادم تقریبا عین همه. یه سمت رو میدم که زمان کمتری وقت. ابتدا خطهای پررنگ پیشونی که اینا با قلم کنته باید قشنگ پررنگ کنید که بعدش که میخوایم پودر کنته بریزیم اینا جابجا نشه، طرحمون به هم بخوره، تمام اندازه‌مون به هم نخوره. این قسمت پودر کنته میریزیم. اول یک کاغذ هم بزنیم روی تصویری که نقاشی که کشیدیم خراب نشه. این قسمت های خیلی تیره رو بیشتر پودر میریزیم. قسمت هایی که کم رنگ تره مثل اینجاها اینا رو پودر کمتری میزنیم. و این قسمت هم این تمام پودر کنته های تیره که اینجا هست، حتی موها، مرز موها، بافت پوست تمام مشخص کردیم. قسمت هایی که پررنگ تر هم بود بیشتر باید پودر بریزیم. با قلم‌موی کوچولوتر نرم همشون رو محو کنیم. با پاکن فرچه‌ای جهت و قسمت‌های بافت پوست رو به این شکل انجام میدیم. هر جا رگه‌های سفید داره پاکن فرچه‌ای طبق جهت تمام پودرهایی که کشیدیم حرکت میکنیم. این از اینجا من حرکت کردم اینجا. بعدش با پاکن شارژی خطوط سفیدتر انجام بدیم. به همین شکل هر جا جهتش عوض شد زاویه‌تون رو عوض کنید. الان جهت روی بالاه، اینجا جهت روی چپ بود، اینجا جهت مایله، روی چپ. جایی که کمتر داره مثل اینجا می‌بینید کمتر باید بافت داشته باشه، اینجا رو کمتر بشه. در قسمت بعدم پاکن شارژی خطوطی که سفیدترم مشخص میکنیم. این شکل جهتاش هم جهتایی که طبق عکسی که داریم رو به بالا، رو به راست و اینجا هم رو به چپ. قسمت های کم رنگ ترش هم که با پاکن قلمی میزنیم، مثل این قسمت ها هست اینجا یا پاکن قلمی میزنیم نوکشو میبریم به این شکل جهتاش رو انجام میدیم. خب بعد اینکه پاکن شارژی تمام این خطوط رو در آوردیم سراغ قلم کنته. این قلم کنته سفید برای چه کاریه؟ اینجا یه سری نقاط براق سفید رو می‌بینید مثل این نقطه، اینا رو با کنته سفید در بیارید. حتما این کارو بکنید چون درخشندگیش از دور نگاه می‌کنید این قسمت ها اینجا رو که در آوردم حالت کار رو طبیعی تر میکنه. برای تار موهای سفید هم قلم کنته سفید استفاده میکنیم. پودر کنته مشکی و کامل با قلم مو محو میکنیم به این شکل. قلم کنته سفید بیشترین درخشندگی و سفیدی رو داره. طبق جهت‌هایی که تو عکسمون داریم انجام میدیم. اولا خطوط‌های مشخص شده مثلا ابعاد صورت رو انجام میدیم. پایین پیشونی، خطوط اینجا که علامت‌ها رو گذاشتم، پررنگ‌ها رو همه انجام میدیم که اندازه شکل اشتباه نشه. بعد میریم جاهایی که کم رنگ‌تر مثل اینجا پاکن قلمی انجام میدیم. پاکن قلمی برای
قسمت موهای کمرنگ تر. ما بین تارهای موهایی که قلم کنته سفید کشیدیم پاکن قلمی حتما بکشید. پرپشتش موها و طبیعی تر. حالا این قسمت اصلا تو عکس نیست، اینجا رو داریم اضافه میکنیم. خب در نهایت هم بعد اینکه تمام پاکن ها و قلم های کنته رو کشیدیم، حتی بعضی جاها هم میتونید از پاکن شارژی استفاده کنید برای موهای پررنگ تر. ما بین موهای جاهای جا مونده، اینا رو سعی کنید خیلی آروم کمرنگ بکشید، چون تارهای موی کمرنگ ما بین عکس رو میبینید خیلی کمرنگه. اینا که پاکن که به این شکل بریدید با کاتر یا چاقو، خیلی آروم تارهای کمرنگ مو هم بکشید. یعنی مثلا این قسمت داره تموم میشه، مثلا موهای بیرونی اینا رو باید با مدادهای مختلف بکشید که اینا هم میگم. این قسمت هم کامل میکنیم. در آخر هم که بافت پوست دیدید، این قسمت پیشانی یه سری جامعه برجستگی داره، یعنی نور بیشتری داره مثل این قسمت. اینا رو پاکن خمیری در بیارید، خیلی آروم میذارید یه حالت درخشان و نوری که تابیده شده به بافت پوست در بیاد. می‌بینید با این پاکن خمیری، مخصوصا این قسمت هایی که انجام دادیم با پاکن شارژی و قلم کنته، در نهایت خیلی آروم جایی که کم درخشنده داره میکشید، مخصوصا این قسمت ها. این قسمتی خالی که اینجا داره، این حالت سبودی شده، این عکس در میاد. خب یه سری تارهای مو هم هست، مداد به8 میکشم مثل اینجا. این قسمت اینا آخر سبب، این زیرا رو پاکن خمیری زدم حالت درخشندگی نورشو بده. مثل تارهای کمرنگ هستن، اینا رو باید طبق عکس به این شکل بکشیم. پررنگاش هم با قلم کنته ماریس میزنیم. این قسمت با یه تار مو خیلی پررنگ داره، اینجا تارهای پررنگ داشته که من کشیدم، این هم با قلم ماریس میزنیم. و جاهایی که خیلی هم کم رنگ بود مثلا با H2 گرافیتی میزنیم. سری تارهای به این شکل کم رنگ هست و همین روش ها رو اینجا استفاده میکنیم. جایی که موها رو خواستیم خالی کنیم، تارهای مو به این شکل بیرون زده کم رنگ هست میزنیم و تارهای مویی که به بیرون زده به این شکل رو پاکن در میاریم. حالت سفیدیش هم بیاد برو بیرون. بعد هم جایی که پررنگ تره با به8 میزنیم به ترتیب رنگدانه ها دیگه. یه دونه خیلی پررنگ تره با قلم کنته میزنیم به این شکل اومده بیرون یه تار اینجا. اینقدر این کار انجام میدیم که حالت طبیعیش در بیاد.